باورت میشه پدر مادرها منو یه موقعی میگیرن میگن ما لذت میبریم که تو الگوی بچه ما. خب به خاطر چی؟ به خاطر برخورد اولیه است که با خانواده دارم. خب یعنی با پدرش با مادرش صحبت میکنن. شاید نیست عجیب غریبی باشه واقعا این حرف منو میبینن میگن آقا تو الگوی بچه ما چقدر مؤدبی چقدر باحال. میگن باشه فقط اینجا رو ببینید نرید ویدیوامو ببینید. همین آره و خوشحال میشم میگن چقدر باحال فلان. خب یه موقعی ناراحت میشم از اینکه فوشا دیگه یه موقع خیلی بیش از حد میشه. خب ولی دقت کنی من به آدمای ایرانی هیچ وقت فوش نمیدم تو بازی مگر اینکه فوش خار مادر بهم بدن و منو بشناسن و فوش بدن. تو در جواب ولی آره کم نمیدم. دو در مورد مثلا یه چیتری یه نمیدونم یه باتی یه چیزی یه آدمی که اصلا نونیمه فوش میدم، یعنی این فوشه در اصل رو هوا داده میشه.